کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید اعضای این کمیسیون در چند روز گذشته دیدگاه 1700 تن را گرد آورده است. این نظرخواهی از باشندگان کشور، فعالان مدنی، عالمان دین، اعضای شوراهای ولایتی، فعالان حقوق زن و نهادهای ناظر انتخاباتی گردآوری شده است. رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به روز پنجشنبه در حاشیه نشست مشورتی با حقوقدانان در کابل گفت این چهره‌ها به برگزاری انتخابات شفاف، کم هزینه و حضور پررنگ زنان در این روند تاکید کردند. شاه سلطان عاکفی افزود که این بسته دیدگاه‌ها به زودی به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. تقریبا امروز ملاقات‌ها و نظرخواهی‌های جمعی ما به پایان میرسه. میمانه بعضی معززین کشور که با اونها باید ما ملاقات‌های انفرادی داشته باشیم، اونها را ادامه خواهد دادیم تا یک هفته آینده. تمام این نظریات سر میز میندازیم، مطالعه میکنیم، تدقیق میکنیم. هر آنچه را ما کمیسیون بالاخره به حیث یک جمع به خیر افغانستان دانستیم، او را در پیشنهادات اصلاحی خود سر میز رئیس صاحب جمهور خواهد گذاشتیم. د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون 3 میاشتې وخت لري چې په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره خپل ټول راپورونه، وړاندیزونه او پریکړې حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د یاد کمیسیون غړي باید په خپلواکه او بېطرفه توګه خپل کارونه مخته یوسي څو په راتلونکو انتخاباتو کې د تیر په څېر تېروتنې او غلطۍ تکرار نه سي. زموږ په باور د انتخاباتو به باور ما در جریان انتخابات مشکلات در قوانین بوده است. اگر مشکلات این قوانین مرفوع گردد ما می توانیم یک قاعده در قوانین انتخابات به میان آوریم و آنگاه قوانین ضمانت اجرایوی خواهد داشت. با این کار می توانیم در قوانین خود یک قاعده جابجا سازیم و پس از آن برای ضمانت آن مکانیزم را در نظر بگیریم. در غیر آن بدون تعدیلات نمی توانیم از این مشکلات رهایی یابیم. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی 3 ماه مهلت دارد تا تمامی گزارش‌ها، پیشنهادها و تصامیمش را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به رئیس جمهور ارائه کند. با این همه شماری از ناظران انتخاباتی و کارشناسان سیاسی پیشنهاد می‌کنند که باید اعضای این کمیسیون برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به گونه بی‌طرف عمل کنند تا دیگر مردم شاهد انتخابات غیر شفاف و غیر عادلانه نباشند.